سلام و درود به دوستان عزیز گلم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. در این بخش اومدم با سوالات متداول در مورد پروژه سایبر فایننس که در کل ببینیم چی هست. ببینید گفته که سایبر فایننس چیه؟ سایبر فایننس یک مرکز دیفای هاب هست برای بازدهی بالا و نقدینگی عمیق که اکنون مستقیما در تلگرام شما قابل دسترسه. هدف سایبر فایننس ساده سازی و درست کردن اکوسیستم EVM برای همه هست، در حالی که یک پارچه جنبه اجتماعی هم رو در بر داره. میگه که برنامه CFI چیه؟ برنامه CFI یک فارمینگ ایردراپه که جایزه‌ای برای ممبرهای فعال اجتماع مردمیشونه که اون پوینت های CFI تبدیل میشه به توکن CFI حکومتی برای پروتکلشون. یعنی ما افراد فعال یه سری توکن CFI بناس دریافت کنیم از پروتکل سایبر فایننس با گرفتن پوینت ها. میگه که چگونه ما شروع کنیم. وقتی که شما برنامه ربات رو باز کردید، شما یک پوینتی میبینید و یکی هم زمان که اون وقتی که اون تخم مرغ شکست، شما میتونین اون CFI رو بگیرید، همون مقداری که حالا باید کلایم کنید. بعدش حالا تخم مرغ دوباره با رفرش میشه، یعنی دوباره سالم میشه و دوباره از اول یک پروسه زمانی پیش میبره که تا بشکنه. اگر که چکشتون رو آپدیت کنید، شما میتونید مقدار CFI تون رو افزایش بدید و همه پوینت ها، همه حالا اون آپدیت هایی که برای همه رو تخم مرغ میشه میسوزن در نهایت. میگه که اینجا وقتی که چکشتون رو آپدیت کنید، برای افزایش بیشتر تعداد پوینت ها و همون ضرب و شتمه، و اگر تخم مرغتون رو آپدیت کنید برای بالا رفتن زمانی که برای شکسته شدن نیازه. میگه که چگونه اسکواد درست کنید. میگه که شما میتونید به راحتی یک اسکواد درست کنید به وسیله این که برید توی ربات و تایپ کنید /add squad and sign tag که میتونید یکی چنل عمومی یا چت عمومی داشته باشید و بعدش شما به صورت خودکار به اون اسکوادی که خودتون درست کردید میپیوندید. میگه شما چگونه میتونید مردم رو به اسکواد خودتون دعوت کنید. میگه که شما میتونید به صورت اون لینک دعوت خودتون به افراد دیگه بفرستید که میتونید خودتون توی اون برنامه ربات پیدا کنید. میگه که این توکن CFI برای چی استفاده میشه. میگه که توکن CFI برای حالا پیشنهادات مختلف نظیر گاورننس، یعنی حکومت، درآمد، اشتراک درآمد، تریدینگ کلاترال، وثیقه معاملاتی، کم کردن کارمزدها و دسترسی به حالا ویژگی های انحصاری که در آینده قراره به ما بدن. میگه که چگونه اون توکن CFI رو میتونید بفروشید. شما میتونید برداشت کنید توکن های CFI تون رو در صرافی ها وقتی که TGE یا اون رویداد تولید توکن رخ داد. همون TGE چیه؟ TGE همون رویداد تولید توکن هست که یک پروسه یا یک فعالیتیه که توکن در اونجا در بلاکچین لیست میشه، درست میشه و انتقال داده میشه. میگه که کی این TGE رخ میده. میگه که توکن زمانی آزاد میشه که وقتی که ما بتونیم اون محصولاتمون رو به صورت موفق لانچ کنیم، با ولتمون هم شروع میشه. The primary utility میگه که اون وظیفه دومی توکن CFI برای اشتراک درآمده. هرچی که محصولات ما بیشتر بشه، شما بیشتر دریافت میکنید. تا حالا پاسخ به سوالات دیگر من شما رو به خدا میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.